خب سلام علیکم از سلام علیکم چی فرق دارد؟ یعنی برادرای اینجا من نفهمیدم سوال شما را. یعنی سلام اگر شما گوین اصلش السلام علیکم، اگر رحمت الله اگر برکاتو باشد اینجا 30 ثواب میشه. السلام علیکم 10 ثواب و رحمت الله ضم کنیم 20 ثواب و برکاتو اگر ضم کنیم 30 ثواب. ولی السلام علیکم معناش چی است؟ درود و رحمت خدا بر شما. بابا جان مرد را از بر رویش بوسه جایز است یا نه جایز نیست؟ اگر ما یک برادر مسلمان مونه از روی محبت و احترام خواهیم بوسه کنیم از پیشانیش بوسه میکنیم. پیامبرمون جناب جعفر طیاره از پیشانیش بوسه کردگی. برای همین ما میتونیم یگان برادر اگر بسیار محبت کنیم و دوستش بداریم ای پیشانیش بوسه میکنیم، ای رخساراش نی. خب یک شخص دختری خودش را تا چند سالگی میتواند بوسه کند؟ میتونید شما تا همون دخترچه یک مقصد یعنی خورد باشه تا یک مثال همون بگیم یک قد و قامتش بلند شدن و راست شدن ببینیم که دختری علکی به وایه رسیده سای دیگر بوسه را ترک کردن نکاره. مقصد از بالا که سرش بوسه کنیم، ای پیشانیش بوسه کنیم، دستش بوسه کنیم، ای پرای روش دیگر بوسه نکنیم. بابای حاجی من 8 سال می شود که در روسیه ناس می فروشم و از همین پول همه خراجاتم می برارم و من گفتن این کار تو حرام است، خدا این خیل بنده اش را نمی بخشد، این درست است. کمی ناس برادرای عزیز چی خوبی داره آخی؟ شما یک طرف خوبی شو بگین، تمام یک خوبی شو بگین، من میتونم برای شما 10 بدی ها شو بگم. شما یک خوبی شو بگین که همین ناس چی خوبی داره. اسلام برادرای عزیز دینی پاکه، خدا خودش ذاتی پاکه، پاکه دوست میداره. برای همین این ناس از آن چیزهای پاک خالی ای، این مقصد بری ای، این جدا ای. اگه دیگه عصر 21 شد برادرها دیگه فقط در گرد همین ناس صحبت کنیم. ترکش که این کار نیست برادر عزیز، این گناه های کشیدنش، فروختنش هم گناه های. برای همین یعنی تو در گناه مردم یاردم میکنی. از همین لحاظ این چیزی نیست که این با سلامتی هم زلال دارد، با تازگی هم زلال دارد. این یکون چیزی خیر نیست آخه. پیامبر نازنین همیشه ما را با مسواک که دندانهاتون همیشه تازه باشه، دهنهاتون بوی خشک نه. وقتی آدم مسواک میکنه ولی هم سیاپوستا را دیدین که چهره سوپ سیاه نیکه بس که مسواک استفاده میکنن دندانشون سفید ای. انمون مسواک استفاده سنت پیامبر مسواک ای. مسواک استفاده کنین دهنهاتون بوی خشک نه. همون ناسکشا را ببینین، همون گوشت هایی که حتی بالای دندانات همه همون نابود شدگه، همون زهر ناس، همون گوشت های همون دنداناتون خورده، دنداناتون زب زرده. دهنی آدمی ناسکش با خدا دانای مثال او چه خیلی بوی داره. برای همین برادر عزیز این کاری خیر نیست، این کار را ترک کنید، یک کار حلال تازه پاکیزه را بگیرید. اینجا 2 خواب آمادگی است برادرها، خوابها تو رو ننویسیم برای که من تعبیر خواب نمیکنم. بابا جان پدرم از حساب فشار بلندیش یعنی دولینی بیمار هست ولی مادرم با او اهمیت نمیتید، بسیار سخنهای قبیح میگن و میگوید که در وقتش مرا دشنام میداد، هرچند میفهمانم نمیشود. خواهش میکنم شما یگان نصیحتش کنید. اکنون مادر عزیز بله مثال همون مردکایی که شما را در وقتش غم دادن
کار خوب نکردن. اینها برای غم دادگیشون، برای حقارت‌های کردگیشون، برای ظلم‌های کردگیشون پیش الله جزا میگیرند. من ده ها بار گفتگیم که پیامبر نازنین گفته است اللهم انی احرج حق ضعیفین الیتیم و المرأة. شما بسیار هوشیاری و از بینه مردکا گوش کنین. پیامبر میگه روز قیامت پیش خداوند من شکایت میبرم. پیامبر شکایت میبره و دو آدم من پشتیبانی میکنم. یکی یتیم، کسی حق یتیم خورده من پشت یتیم دایم. دیم کسی حق زنک در دنیا پایمال که. یعنی همین دو آدم که اینا مظلومن، اینا بیچارن، کسی در حق هر دمی ظلم کردگی من از خداوند طلب میکنم که جزای اینها را بده. برادر وای به حالت به خدا قسم، وقتی پیامبر ای پشت شکایت بره میگوی خداوند سخن پیغمبر قبول نمیکنه. یا الله مهربان با آدمایی که حق یتیم خوردن زنکا را در دنیا غم دادن، آیا از اینها را جزا نمیده؟ برای همین مادر عزیز شما میگه ادب از کی آموختی؟ گفت از بیادب. هرچی اونا بد کردن من او را ترک کردم. یعنی این مردک بدفعل شید، بد زبان شید. مادر عزیز تو بدفعل نشو آخی. بین الکه بدفعلی کرده سای در نظر فرزندات الکه شوم شیدگی، در نظر فرزندات بد شیدگی. بین فعلی بد حتی مهری فرزند ایتو میکنه. پس فرقی تا ایمی مردک چی بوده؟ ای هم بدفعلی کرد، تا هم بدفعلی کردی، هر دوتا ایا پلکین بگیم، ایا خاکین، تو هم گنده ای هم گنده. برای همین در عوضی بدبختی های کردگیش راستک شده برا بگو مردک ببین چی روزهای سختم دادی، چی رفتارهای بد کردی وقتی که تو قوت داشتی، شرایط داشتی. یکی امروز من مثل تو نمیکنم. امروز اینا من حاضر قوت دارم، قدرت دارم و تو در من منتظر مانده، تو در من احتیاج پیدا که من تو را نگاه میکنم. انا این خواهر و مادر عزیز این نور بالای نور میشوه. این برای دیگه مردکا با درس میشوه. همون اطرافاتونده تو دعای نیک شب بگیر. میلش گنده خوبه شوهره، تو دعای نیک شب بگیر. برای این مادر عزیز منم طرفدار همین مردکای بد رفتار نیستم، لیکن در همین خیل حالت خدا دستی ترا بالا کرده، همون را در تو محتاج کردگی، همین خودش نشانه شکست بدن هم مردکه، نشانه بگیم همون جزای خدا با هم مردکه که بین آمد ساعتش با همین زنک محتاجت کردم. همین خودش برای مردک بسه. برای همین شما مادر عزیز کوربینی نکنین، بی حرمتی نکنین، تو نگاه بینش کن، انشالله دعاشا بگیر. انا این بهترین رفتار انمی می شود، بهترین کردار. حتی ببخشش مادر عزیز، بگو مقصد اگر چنده که در همین قلبم و ذهنم همون رفتارات هسته، لیکن به خاطر خدا ما بخشیدم. مادر عزیز الله بخشیدن دوست می‌داره. انشاءالله با عزتش قسم تو با این نگاه و بینت بخشیدنش پیش خدا بسیار درجه بلند میگیری. زیرا کاری را که خدا دوست می‌داره تو موافقی دوست داشتن خدا کار کردیسته. تو دیگه مردک در اهمیت نتی. بعد کرده چیزی کرده این حاصل شدید. او میگه راه بد مرو که بد افتی،
چاه در را مکن که خود افتی. انمی چاکن خودش زیر چاه شدگی. برای مادر عزیز حرمتش کن، به قدرش برس، دعاش بگیر و ببخشش، زیرا تو هم حق بخشیدن داری. چخیلی که همون حق بالای تو داشت، تو هم بالای او حق داشتی. نه که او مردک ای بی انصافی و بی رحمی و بی معرفتیشه حقای تو را پایمال که بود، تو رنگی او رفتار نکن. انشاءالله تو بهترین مادر میشوی. خداوند همین توفیق نصیبت کنه. سوال دیگر، استاد جان شخصی میگوید که از نماز دهم کاری ضرور هست و انسان به یک نمازخانه مسلمان نمیشود. این شخص گناهکار میشود یا نه؟ برادر عزیز، اصلا به یک نماز خواندن آدم مسلمان نمیشود. درسته اینگه؟ یعنی یک نماز خواندن قطعی معنای او را نمیدارد که ما مسلمان هستیم. برای نمازخانه های هستند که شما میدونید خداتون که چنان زبان بد دارند، نیت های بد دارند، کردارهای بد دارند که قرآن میگه همون نمازی که شما را از تمام کارهای بد من نکنه، اون نماز در پیشگاه خداوند نماز حساب نمیخوره. برای همین اکو برادری که اگر به مقصدی مثال نمیدانم از روی بدبینیش گفته باشه، او گناهگاره. لیکن به مقصد آنه که تو یعنی به یک نمازت دیگر یعنی دیگرها را پس نزن، یا اینکه فقط یک نماز آدم مسلمان نمیکنه، این بسیار معنای بلند داره. خداوند نگهبان تو باشه، خدا توفیق تون تیه. خب پیشدرایی نماز عالم باشد اما او عذر دارد، میتواند پیشدراید یا نه؟ اگر به شرط عذر دارد به معنای که یگان مثلا راستا خوانده نمیتونه، یا عذر دارد به معنای که بدنش مثال یگان نمودهای درد زخمی داره، عذر داره که پیشاوش میریزه یا بادش میبراید، یعنی اینها در حالتی بودن یک نفری که همین نماز درست خوانده بتواند باید پیش ندروید. باید همون آدمی که مثال عذر نداره همونها پیش بدروید. یا بعد حالتی در پیش میدروید که اگر یگان نفری دیگر میفهمیدگی نباشند، بعد به همون عذرشون پیش میدروید. این حالت درست میشه. خب دیگر ذکر قلبی چگونه ذکر میشود؟ التماس ساده کرده فهمونید. اگه ذکر برادر عزیز این خیلی نیست که بگیم ذکر علاهیده قلبی باشه و با زبانی باشه. اگر هر دوش یک جا باشد، یعنی وقتی ما با زبان ذکر میکنیم سبحان الله میگیم، ولی در قلب هامون همه گفتگی زبانمون قبول داریم. انا این بهترین ذکره. این خیلی نمیشد که مقصد دل علاهیده ذکر کنه. یک وقتا من در یک ناحیه نام شنه گیرم، یک نفر آمد گفت که دلهای ما ذکر میکنه. بعد گفت اگر خواهی نشان میتم. ما گفتیم که نشان بده. بعد هم یک چشماش جقیده، همتر یک نفسی چکر کشیده، بعد همین دلش دیگر رفتن و آمدن گرفت. بعد گفت که بعد اونه که ساز شد، بهوش شد، غلطید، بعد به خود آمد گفت این همین دلهای ما ذکر میکنه. اینها برادرای عزیز از نگاه شریعت که مادامی که ما در ای باب نداریم یگان دلیل های معتبر و از پیامبر و از اصحاب او که قلب های اونا علاهیده ذکر کنند و هم خیلی بلند شو و پس شوند، پس اینها را ما مقصد تصدیق کرده نمیتونیم.
این می شود برادرای عزیز که از دیگر جهت ها این حالت ها رخ بتو با اما آدم مقصد دلش پر که دل من یاد خدا میکنه گفته با همین خچه آرام گرفته یا که خچه از دیگر ها برتر بداند. ولی بهترین ذکر همونی هست که پیامبر با زبانش ذکر میکرد و دلش تصدیق میکرد. اینش بهترینه. ولی حضرت صوفی علیه رو میگد که دست در صبح زبان در یاد، دستمان در تسبیح هیا در دهنمان زبان هامان ذکره. دست در صبح زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. یعنی همون تسبیحی که گردانده استم دل تصدیقش نکسته. در دل فقط دنیا، خواهش دنیا، مال دنیا های، زبانم ده فقط سبحان الله های. بعد میگه ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. ظاهر تا میبینن میگن مقصد از همین ده مسلمان دیگر روی عالم ده ممکن نباشد. این بین ظاهرش میگه همین آدم با تقواه های، همین آدم مثال عالم های، لیکن درونش میگه مقابل بیرونش های. در درونش همین سیمای بیرونش ظاهریش در درون نیست. میگه ظاهر خود حرقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. بعد حضرت اخیر ده میگه این چی طاعت چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. برای همین یعنی این خیلی عبادت هایی که بیرون مانده هست درون مانده نیست. اینها را عزیزای خدا میگه با این عبادت ها مردن تون بهتره. برای همین ذکر قلبیش با ذکر زبانی یک جا باشه. انا اون چیزی که از دستورات شریعت داریم همینه برادر عزیز و گرامی.